من بگم باز ما بعد دوباره هم خب شما یه حدود سری جاتون باسین لطفا. بین آمازا بر 1 2 3 سلام به یکی دیگه از سری برنامه‌های جی تایم خوش اومدین. مواظب اومدین. خیلی خوب قبل از شروع برنامه باید بهتون بگم که حتما تمرین دیگه بریم. قبل از شروع برنامه باید بهتون بگم که حتما صفحه یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و صفحه فیسبوک و توییتر ما لایک کنید. اینطوری هیچ وقت کار ما رو از دست نمیدید. از دست نخواهید. خیلی خوب آسان. امروز چی داریم؟ امروز چند ویدیو کلیپ خوب براتون آماده کردیم که کار اولش کار چیسون به اسم لویا هست که به نظر من فیلم برداریش عالیه. به نظر منم واقعا فیلم برداری و کارگردانی این آهنگ خیلی به خود آهنگ میخوره و باهاش مربوطه. بحث از لویا شد. میدونی که لویا یعنی وفادار. تو لویا هستی؟ اگه از خودم تعریف نکنم خب خیلی خوبه که میشنم. ولی به نظر من میتونست یه ذره کمتر از رقص استفاده کنه. چون خواننده‌ها چون بی‌طرفداراش می‌خواستن بیشتر خودشو ببینن. مثلا تو چی؟ من دوست داشتم. اوکی ولی هرچی. بعد از برنامه بعد از موزیک ویدیو یه مصاحبه آماده کردیم با آقای صمودی کارگردان کار رویال که میخواد برامون بیشتر توضیح بده در مورد طریقه ساخت موزیک ویدیو و اینکه اصلا چی شد که ساختن موزیک ویدیو به فکرش افتاد. آسان شما موافقه که بریم حتما با ما باشید. ما برمیگردیم با ما باشید. یه دقیقه به اینجا مواظب باشین پاتون به سینگیر نکنه.